سلام بچه‌ها، چطورید آقا؟ بعد کلی سختی بالاخره تونستیم ماشین رو جمع کنیم. با اینقدر گرونی و زحمت و تلاش همچین ماشین جمع کردیم بچه‌ها. بهتون عکس مکس فرستاده بودم که قرار ماشین رو جمع کنم. به دلیل مشکلاتی که داشتم نمیتونستم تو هر مرحله واسهتون ویدیو بگیرم، دیگه کلا کاملش کردم، واسهتون ویدیوشو گرفتم بچه‌ها. خب بچه‌ها یه ذره ویو رو نگاه کنید. داش علی بیا نزدیک‌تر کل ماشین دورش نشون بدیم. بفرما. آقا داش علیمون پسرمو بنده هستش، یه خوش فیس خوش هیکل مشتی. داش علی قشنگ ماشینو نشون بده به بچه‌ها. بچه‌ها دونه دونه همه رو بهتون تک به تک ماشین رو همه جاشو قرار نشونتون بدیم. بیا اینور دورم بزن قشنگ ببینن. عالی عالی. بچه‌ها این ماشین رو با کلی بدبختی من جمع کردم دیگه، خودتون میدونید تو این گرونی و بی پولی و اینا. داش علی بیا صندوقم نشون بدیم. اول ویو عقبو بگیر. چراغاش هم که بیا نزدیک چراغا رو ببینن. چراغ منم بندازیه، فقط ماشین رو ننداز که. چراغ 207 بچه‌ها، البته دو مدل، یکی 207 یکی 206 پلاس. 207 فابریک، من 206 پلاس انداختم دیگه، خودتون اگه بدونید دیگه میفهمید دیگه. صندوقم بدیم بالا. بچه‌ها سیستمم نمیگم اونقدر حرفه‌ایه، ولی در حد مثلا دو جفت میدرنج و سوپر تویتر و ساب و آمپلی زد تو دیجیتال. پایینم که پنوماتیک و ایناست. علی این پنورم نشون بده. بیا پایین. این پنوماتیک هم نشون بده. سابقونم یه ذره کثیفه، ولی خب بچه‌ها تیکه تیکه دارم جمع میکنم ماشینو. هواو ببندیم. خب علی جون راکروف هم نشون دادی؟ بچه‌ها قیمت راکروف و اسکی با هم شد کلا 2,400 دیگه، یعنی 2 تومن این شد، 200 هم اون شد، با اجرت نصب و اینا کلا 2,500 2,400 و اینا در اومد. رینگ هم که علی رینگو بیا قشنگ نشون بده. بچه‌ها رینگ و لاستیکو نو گرفتم دیگه داداش، اون قزوم نباشه. رینگ و لاستیکو نو گرفتم. کلا رینگ اسمش ساوارو دیگه، خودتون شاید بدونید. رینگ کلا قیمتش شد 30 تومن. لاستیک هم نو شد پولوش علی 14 15 شد دیگه. آره 14 15 تومن شد دیگه. علی بیا ویو جلوی این تایرا رو به بچه‌ها نشون بدیم، روشن کنم چیزا. برو پروژکتور تایرا رو نشون بدیم. بچه‌ها دو رنگ، نور کوچیکش رو نارنجی، اینجوری که دارید نگاه می‌کنید اینا نارنجی نئونه، توش پروژکتورش هم روشن میشه. ماشین حالت استارتش هم که کلا آبی و اینا روشن میشه. علی بیا داخل ماشین هم نشون بدیم به بچه‌ها. داش علی یکی از فیلمبردارای مشتی. بچه‌ها دیگه داخل به کثیفی تمیزی خودتون ببخشید، یه یوهو شد ویدیو رو گرفتیم. داش علی گوشی رو بده من بشینم داخل. بچه این که ریموت پنوه دیگه، اینم پلاش در آوردیم، عکس مکس گرفتیم. و اینجا هم که اینا هن آدیداس واسه پنوماتیک کمپرسورشه که میدونید چقدر باد داره بچه. واسه ارتفاعش که جلو باید 100 بین 125 اینا باشه، راحت میاد بالا، ولی عقب یعنی باید باد بیشتر باشه که بچه راحت بیاد بالا. اینجا هم یه بوق صوتی داریم، اینجا بستم، اینم از باد استفاده میکنه، گوش کنید. اینم این یه چیز دیگه هم که نیست بهتون نشون بدم. اینم 200 تومن اینجا گذاشتیم، قراره بریم چی بخوریم عزیز با 100 تومن؟ چای. اینم بچه‌ها داش علیمون. داش علی دست کن بده. خب یه پشتم که تمیزه، اینم کاپشن و تدی و اینا. بعد اینجا اینو چراغ داریم. البته ماشین خاموشه چیز نمیشه. خب داش علی روشن کن بچه‌ها گازو ببینن. یه دو تا گاز بده. یه دو تا گاز بده. بچه‌ها منبعمون هم 106. علی گاز بده. 106 سایز کوچیکه دیگه، ولی سایز بزرگش بیشتر صدا داره. باشه علی به مولا تیر هوایی داری. بشین بریم. کجا بریم؟ بشین حالا. کجا بریم آجی؟ خب بچه‌ها یه چیز دیگه هم که نمون بهتون نشون بدم، موتورم تیپ 2 مدل ماشینم 95 و چیز دیگه هم که نمونده بگم، فقط یه 2-3 لول فکر کنم ریمپ شده. من از خریدار از ساب قبلش نپرسیده بودم، ولی بهم گفته بود 2-3 لول ریمپ. من از ریمپ و اینا سر در نمیارم. کلا کار پنو روی خوشبو ترتمیز کردن ماشینم بچه‌ها. به به چه چراغی. نور چیزامونم که نارنجی و نور بالا. آره نور بالا بزن. نور بالا رو روشن کن. نور بالا رو فابریک کردیم که یه موقع گشت و راه و اینو گیر داد، نور بالا رو روشن کنیم. اینو بچه‌ها باید یاد بگیرید دیگه. مامورا گیر میدن به هدلایت و اینا. هر سری هم منو میبینن کلی جریمه و اینا.
یه آره دیگه اینجوری. داداش واسه چی بادو خالی میکنی؟ خب بچه‌ها اینم ریموت پنو که بهتون گفته بودم. الان میخوام بزنم بیاد بالا قشنگ. فکر کنم یه دونه کله جا بشه دیگه. آره کله رو اینجا جا کنی قشنگ میره داخل. علی یه جلوش هم نشون بده. جلوم به این صورت میاد بالا. کلا تهش هم انقدر هم جلو هم عقب میاد انقدر بالا بچه‌ها. واسه تخلیه‌اش هم که دوباره همین رو میزنیم و عقبو داشالی عقبو بگیر. اینم ارتفاع عقب. بچه‌ها خب ماشینمون همین بود. دوستان نظراتتون رو داخل کامنت ها بهم بگید که ماشین رو چجوری جمع کردم. خدای واسه ماشین کلی زحمت کشیدم دیگه. خدای خیلی زحمت کشیدم. پسرم هم میدونه. یه زیاد وقتتون رو نمیگیرم بچه‌ها. خیلی دوستتون دارم. حتما داخل کامنت ها نظرات قشنگتون رو بگید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد خدا نگهدارتون.